بالاخره انتظار 2 ساله به پایان رسید و اولین تیزر رسمی فیلم سینمایی مست عشق رونمایی شد. چند وقتی میشد که تولید و آماده سازی این فیلم که محصول مشترک ایران و ترکیه است، به خاطر اختلاف بین تهیه کننده ایرانی و تهیه کننده ترک اون متوقف شده بود و حالا با حل و فصل شدن این اختلافات به زودی شاهد اکران عمومی این فیلم زیبا در نوروز 1401 خواهیم بود. به گفته خیلی از طرفدارای مست عشق، در این فیلم بهترینای ایران و ترکیه دور هم جمع شدن تا در فیلمی زیبا برشی از زندگی مولانا و شمس تبریزی رو برای ما به نمایش بذارن. در این فیلم بازیگرای مشهور ایرانی مثل پارسا پیروزفر در نقش جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا، شهاب حسینی در نقش شمس تبریزی، حسام منظور در نقش حسام الدین چلبی همنشین و شاگرد مولانا ظاهر شدند و بازیگرای ترکیه‌ای معروفی هم از جمله هانده ارچل در نقش کیمیا خاتون دخترخوانده مولانا و همسر شمس تبریزی، ابراهیم چلیکل در نقش اسکندر جنگجویی دلیر، سلما ارگچ در نقش همسر مولانا، بنسو سورال در نقش کنیزی به نام مریم و هالیت ارگنج به نقش آفرینی پرداختند. و اما داستان این فیلم ماجرای آشنایی مولانا با شمس تبریزی رو به نمایش میذاره. ماجرایی که شاید بشه اونو رازآلودترین داستان در تاریخ ادبیات ایران دونست. شمس که عاشق سفر بوده به قونیه میره و با مولانا ملاقات میکنه و با شخصیت نیرومند و نفس گرمی که داشته مولانا رو دگرگون میکنه. اما این تغییر مولانا برای پیروان اون غیر قابل تحمله. در نتیجه نسبت به شمس پر از خشم و کینه میشن و در این بین هم پسر کوچیک مولانا که عاشق خواهر خونده خودش کیمیا خاتونه با ازدواج اون با شمس کمر به نابودی شمس میبنده. با این اوصاف باید تا زمان اکران این فیلم لحظه شماری کنیم تا بتونیم معجونی بی‌نظیر از یه داستان ناب با بازیگرایی فوق‌العاده در کنار آواز همایون شجریان و ساز سهراب پورناظری رو شاهد باشیم.